ساخت عمومی اتومبیل بارکش. اتومبیل بارکش از 3 قسم اساسی عبارت میباشد. کوزوف، محرک و شاسی. کوزوف در نوبت خود از باردان و کابینه عبارت می باشد. محرک مومنت دورزننده حاصل نموده سپس آن را به چرخهای برنده می دهد. جزئی اساسی که آن مومنت دورزننده به چرخها داده می شود مخابک نامیده می شود. هنگام کار محرک مخابک دور می زند. همین دورزنی باید به چرخهای برنده دهیم. شاسی اتومبیل عبارت است از اگریگات های ترانسمیسیا، قسم برنده و مکانیزم های اداره کنی. اگریگات های ترانسمیسیا مومنت دورزنی را به چرخ های برنده می دهد. همین طریق اتومبیل حرکت می کند. ترانسمیسیا از بندش، ناقل قطی، نوردهای کردنی که مومنت دورزنی را به پول برنده مابینی و عقلی می دهند و نیمتیرک ها عبارت می باشد. قسم برنده از رمه که جزء اساسی می باشد و با آن قسم های اساسی و اگریگات ها، نورد کردنی، عنصرهای آویزه ها، ریسورها و امورتیزاتورها که با آنها پل های مابینی و عقب پیوست کرده می شوند، اینچنین شینه ها و چرخ ها پیوست کرده می شوند و مکانیزم های اداره کنی داخل می شوند، اداره کنی رولی و سیستم بازداری اتومبیل.